بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در ادامه سیمای صحابه به داستان یاری دیگر از یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم، از شاگردان مدرسه نبوت، از مجاهدان مدرسه جهاد و از فداکاران مدرسه فداکاری، ستاره‌ای از ستارگان صدر اسلام رسیدیم. شخصیتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مورد ایشون میگه منا خیر و فارس فی العرب، بهترین سوارکار و جنگجوی عرب از ما هست. خب این سوارکار و این جنگجو خب از شخصیت هایی است که جزء اهل بهشت طبیعتاً، وقتی یاران پیامبر هست جزء بهشتیا هست. طبیعتاً یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم در صدر جامعه بشری قرار میگیرن، جامعه‌ای که برگزیدگان هستند برای آخرت و اینها الگوی نیکو برای ما هستند که به اینها میشه اقتدا کرد، میشه از اونها درس گرفت، از اونها پند گرفت. خداوند عزوجل این یاران رسول خدا، این حواریان رو، این صحابه رو خودش برای پیامبر خودش برگزیده، برای نصرت و یاری دین خودش برگزیده. اینها بهترین و نیکوکارترین شخصیت های امت از نظر قلب و درون و صافی پاکی دل هستند. اینها از نظر فهم دین قوی ترین و عمیق ترین مسلمانانی هستند که در مخاطبه اولیه قرار میگیره. جالبه که اینا کم تکلف ترین فردن در امت اسلامی و زهدشون از همه بیشتره و از همه مهمتر امانتدارترین شخصیت ها هستند. دارای فضل و خیر و رحمت های فراوانن این یاران رسول خدا. بله، اینها سوارکاران و مجاهدانی هستند که در طاعت و تسلیم برنامه خدا و رسول هستند. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه خیلی جالب در این مورد میگه، در مورد اصحاب پیامبر وقتی صحبت میشه و فضایل اونها رو بخواد برشماره، میگه فعرفو لهم قدرهم، قدر و منزلت یاران پیامبر رو بدونید، بشناسید، شناخت پیدا کنید، آگاهی پیدا کنید. واقتدوا بهم، به اونها اقتدا بکنید. فانهم كانوا علی الهدى المستقیم، چرا که یاران پیامبر کسانی بودند که قطعاً و یقیناً بر راه مستقیم بودند. بله، ما هم در این مجموعه داستان‌ها، به ویژه در داستان صحابه امروز، می‌خوایم یکی از برگزیدگان یاران پیامبر رو بخونیم، یکی از سواران و شجاعان و قهرمانانی که کنار پیامبر بوده، از سابقین اولین، کسانی که در میدان بدر بود و بهشت رو خداوند روزی اونها کرد، جزو کسانی که خداوند بهش بشارت داد که تو وارد بهشت میشی بدون حساب و کتاب. میخوایم زندگی صحابه‌ای رو بخونیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به اون بشارت داد تو وارد بهشت میشی بدون حساب و کتاب. تو جزو کسانی هستی که از اون نعمت آخرت بهره مند میشی و پیروز میشی و در بهترین منازل جنت الفردوس قرار میگیری و میگه تو اون جزو اصحاب بهشتی هستی که با ابرار و قهرمانان هستند. بله، اصحاب جنت و اصحاب بهشت اونها رستگاران واقعی هستند، اونهایی که به بهشت میرسن، اونهایی که نجات پیدا میکنن و از این امتحان برنده میشن، اونهایی که در باغهای بهشت جولان میدند و میگردند و لذت میبرند و کنار خانواده شونن، می نشینن، آرامش دارن، به وجوه الله رب العالمین نگاه میکنن، بر تخت های گرانبها و بالشت های گرانبها و راهوار و آسان تکیه میدن، از انواع محصولات بهشت بهره مند میشن. کسانی که خداوند میگه یطوف علیهم ولدان مخلدون به اکواب و اباریق من کأس و کأس من معین، میاد همه این نعمت ها برای اینها میاد، خدمتکاران سرحال و با نشاط و شاداب میاد براشون خدمت میکنه. لا یصدعون عنها ولا ینزفون. همینجوری خداوند داره سیمای بهشت رو به تصویر میکشه. فاکهة مما یتخیرون و فاکهة مما یتخیرون، انتخاب میکنن هر میوه‌ای رو که میخوان، دوست دارن. و لحم طیر مما یشتهون، و هر گوشت هر پرنده‌ای رو که
علاقه داشته باشن میتونن براشون فراهم میشه. و حور عین که امثال لؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون. و حور عینی که مانند مرواریدهایی هستن که همه اینها میگه به خاطر پاداشون کارهایی است که انجام میدن. بله این صفت اهل بهشته. خب چه خوبه که ما دقایقی با همین بهشتیان حرکت بکنیم، دقایقی همراه بشیم با سواری از سواران رسول خدا صلی الله علیه و سلم، قهرمانی از قهرمانان عصر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، با شجاعی از شجاعان عصر پیامبر. بله قهرمان امروز، سوار و مبارز امروز ما کسی نیست جز عکاشه ابن محصن ابن حرسان. عکاشه ابن محصن با صاد و ابن حرسان، یعنی عکاشه پسر محصن که محصن پسر کیه؟ حرسان. حرسان واسه 3 نقطه هست. کنیه ایشون ابو محصن هست چون اسم پسرش هم محصن میذاره. ابو محصن اسدی هست. ایشون از همپیمانان قریشه، جزو شخصیت‌های خوشبخت و شهدای امت اسلامی هست. ایشون جزو شخصیت‌های برتریه که در همون گام‌های اول و مراحل اول دعوت اسلام به اسلام رو آورده و در حریم ایمان قرار گرفته و در حریم این دعوت شکل گرفته. ایشون همچنان میگم سایه خوشبختی روی سرش میچرخه، چرا که خوب تونست در بهترین موقعیت بهترین شرایط رو درک بکنه. ولی این سابقون اولون کسانی هستند که مغفرت پروردگار شامل حالشون میشه و بهشت‌های پروردگار به صورت جاودان برای اونها فراهم میشه. عکاشه ابن محصن، بله قهرمان امروز ما اینه. عکاشه ابن محصن که خداوند از اون راضی باشه، جزو همون گروه اولی و نسل اولیه‌ای بود که دعوت حق رو در مکه لبیک گفت، در مکه مکرمه، در همون ابتدای دعوت. دارای نفسی پاک و بی آلایش بود، خوب و خیر و نیکی رو خوب تشخیص میداد، اهل بخشش بود، اهل کرم بود، سوارکار بود، شجاع بود، اما با دلی پاک، با دستی بخشنده. از همون ابتدا که عکاشه بین مردم رشد کرد، بزرگ شد، بالاخره زندگی کرد، شهرت پیدا کرده بود به شجاعت، شهرت پیدا کرده بود به بخشندگی، شهرت پیدا کرده بود به نیکوسیرتی، به زیبایی و قدرت توانمندی جسمی. امام حاکم رحمت الله علیه تعریف میکنه ایشون رو، میگه کان من اجمل الناس رضی الله تعالی عنه. میگه عکاشه ابن محصن از زیباترین انسانهایی بود که وجود داشت. خب حالا که نسیم ایمان، دعوت الهی و بندگی و توحید در سطح مکه شکل میگیره، عکاشه که در ابتدای جوانیش هست جزو کسانی که به این رو میاره، این رو میپذیره و سینش گشاده میشه برای پذیرش این جریان و این بوی عطرآگین دعوت الهی رو حس میکنه. نور ایمان در تمام وجودش شکل میگیره و ایمان میاره و تأیید میکنه دعوت محمد صلی الله علیه و سلم رو. و جالبه که میگن عمر عکاشه زمانی که این دعوت رو پذیرفت از دهه دومش نگذشته بود. از دهه دومش نگذشته بود، یعنی یک جوان بود و به همراه عکاشه برادرش ابو سنان هم ایمان آورد. ابو سنان ابن محصن هم ایمان آورد. پسر سنان هم ایمان آورد، ابن اخی، پسر برادرش سنان هم ایمان آورد، سنان ابن ابی سنان. همینجوری خواهرش هم ام قیس بنت محصن هم ایمان آورد. تمام این خانواده جزو گروه ایمان آوردگان هستند. پس این در یک خانواده‌ای رشد پیدا میکنه، پرورش پیدا میکنه که خانواده ایمان هست. حیات و زندگیش ترکیب میشه و ممزوج میشه از ایمان و توحید و اخلاص برای خدا. بله خانواده‌ای که این خانواده هم از اذیت و آزار قریش در امان نموندن، از شرارت‌های قریش در امان نموندن، اما همه اینها رو به خاطر راه خدا تحمل کردن و قبول کردن به امیدی که خداوند پاداش و فضل خودش رو نصیب اونها بکنه، اون پاداشی که پایان ناپذیره. عکاشه در این مسیر خیلی رنج کشید،
شکنجه زیاد شد اما صبر کرد، تحمل کرد، صبری پویا، صبری متحرک، نه صبری منفعل و صبری سراسر ترس و وحشت، تا اینکه خداوند این فرصت رو فراهم کرد، اجازه داد که به مسلمانان هجرت کنند. اینجا بود که اوکاشه خودش و خانواده‌اش همه از مردان و زنانی که بودن به سوی مدینه النبی هجرت کردند و درهای خونشون در مکه بسته شد. گویا که دیگه کسی نبود در اونجا زندگی کنه و باد و غربت و تنهایی در اون خونه ها میپیچید. درها به هم کوبیده میشد و اینها خونه ها رو رها کرده بودند و به سوی مدینه به دستور پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هجرت کردند. تا همینجا با ما همراه باشید. ادامه سیمای اوکاشه ابن محسن رو در جلسه بعد خدمت شما عزیزان ارائه خواهم داد. تا اون موقع خداوند یار و نگهدارتون.